تو مدام منتظر یه لحظه بزرگ برای تغییر زندگیتی، یه اتفاق ناگهانی، یه شنبه ایدئال، یه موج انگیزه. اما ته دلت حقیقت رو میدونی هیچی عوض نمیشه، چون هر روز همون عادتهای کوچیک و تکراری رو داری ادامه میدی و همون عادتها یواش و بی صدا دارن یه زندگی میسازن که اصلا دوستش نداری. دیر بیدار میشی و قبل از اینکه حتی فکر کنی گوشیتو برمیداری، اسکرول میکنی در حالی که هدفات توی سکوت رها شدن. اتاقت شلوغه، ذهنت سنگینه، به خودت قول میدی فردا فرق میکنه، اما فردا دقیقا شبیه دیروزه. راحتی امن به نظر میاد، اما آروم آروم آینده‌تو میدزده. حواس پرتی بی‌ضرر به نظر میاد، اما تمرکزت، اعتماد به خودت و زمانش رو خالی میکنه. یه جایی میرسه که باید دست از سرزنش انگیزه، شانس رو گذشتت برداری. شروع میکنی به پرسیدن سوالای سخت. امروز واقعا بهترین خودت بودی؟ از زمانت محافظت کردی یا مفت دادی رفتش؟ به قولهایی که به خودت داده بودی عمل کردی؟ تغییر از جایی شروع میشه که دیگه منتظر نمیمونی و مسئولیت تک تک کارهای کوچیکتو قبول میکنی. قبل از بیدار شدن دنیا بیدار میشی، بدون سر و صدا، بدون پیام، فقط تو و هدفت. تختتو مرتب میکنی، نه برای ظاهر، برای اینکه به خودت ثابت کنی کنترل دست خودته. هر روز صبح یه کار سخت رو انتخاب میکنی، دوش آب سرد، ورزش، چند دقیقه سکوت. قبل از اینکه روزت تضعیف کنه تو به استقبال سختی میری. یک ساعت اول روزتو باید مثل آینده‌ت ازش محافظت کنی، چون واقعا بهش بستگی داره. نه اسکرول، نه فرار، فقط تمرکز. هر روز بدنتو حرکت میدی. حرکت ذهنو بیدار میکنه، انرژی شتاب میسازه. آب میخوری، مثل سوخت واسه بدنت عمل میکنه. به بدنت احترام میذاری، چون حامل هدفته. فضای کارتو تمیز نگه میداری، چون نظم بیرون نظم درونو میسازه. 10 دقیقه مطالعه میکنی تا یاد بگیری. یه ایده میتونه مسیرتو عوض کنه. هر روز فقط یه قول به خودت میدی که اگه من ببرم، حتی اگه اون برد کوچیکم باشه، یه جورایی از من یه فرد شکست ناپذیر میسازه. شب 3 تا پیروزی مینویسی، ذهنتو تمرین میدی تا پیشرفتو ببینه، نه شکست رو. روز به روز هیچ چیز دراماتیک به نظر نمیاد، نه تشویق، نه تغییر ناگهانی، اما یه چیز قدرتمند داره اتفاق میفته. انضباط میشه هویتت، عادت‌هات خودکار میشن، اعتماد به نفست دیگه به حالت روحیت وابسته نیست، به کاری که انجام میدی وابسته است. یه صبح توی آینه نگاه میکنی و میفهمی دیگه اون آدم قبلی نیستی، قوی‌تر شدی بدون اینکه دقیقاً بفهمی کی هستی. زندگیت با دیدن یه ویدیو دیگه عوض نمیشه، وقتی عوض میشه که ببندیش و همین حالا عمل کنی. فردا زودتر بیدار شو، یه کار سخت رو انتخاب کن، یه قول رو نگه دار. امشب 3 تا برد تو بنویس. تغییر پر سر و صدا نیست، آرومه، پیوسته است و بیرحمانه ادامه داره و از همون لحظه شروع میشه که تصمیم میگیری. عادتهای کوچیک دیگه کوچیک نیستن، اونا پایه‌های آدمی هستن که داری بهش تبدیل میشی. امیدوارم که همیشه توی این زندگی تو موفق باشید.